سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به پارت سوم آریسان. امروز قراره که با هم 2 کار خیلی مهم روی آریسان انجام بدیم. همینطور که دیدید ماشین مهرشکناش خاموش بود و روشن نمیشد. البته جدا از روشن نشدن تلقاش هم شکسته بود که باید عوض میشد. که منم از دیجیکالا 2 تلق نو گرفتم تا با هم عوضش کنیم. همون اول دست به کار شدم و رفتم برای عوض کردن. برای باز کردن مهرشکن مال من از بالا 2 بست زیپی خورده بود و از پایین هم 2 پیش داشت که باید باز میشد. بعد از باز کردن مهرشکنا رفتم سراغ باز کردن تلق. شیشه شکسته بود دیگه، من نرفتم سراغ حرارت دادن آب جوش ریختن، کلا شکوندمش و بازش کردم. اینجا هم قرار بود نمونکاری کنم که متاسفانه هویه‌ای که از دیجیکالا خریدیم فیک بود و کلا قضیه منتفی. بعد از اینکه تلقو باز کردم رفتم سراغ چسبوندن تلق بعدی که اول چسب رو تمیز کردم و بعدش هم تلق گذاشتم و چسب پاکیفالیوم سفت کردمش و روش چسب نواری پیچیدم تا خشک شه. بعدش هم رفتم برای خرید یه جو لامپ مهرشکن که اچوان می‌خورد و بعد از اونا مهرشکن سمت راننده رو باز کردم، تلقش رو دوباره مثل اون شکستم و درش آوردم و بعد از اینکه چسب زدم گذاشتم تا فردا و فردا شب همین موقع رفتم برای نصبش. بعد از کلی زحمت و با هزار یک بدبختی رو نصب کردن بالاخره نصب شد و کار مهرشکن هم تموم شد. 2 روز بعدش هم رفتیم برای تعویض پلاک ماشین اول چک شد. بعد از اینکه چک شد رفتیم برای باز کردن پلاک‌های قبلی ماشین باز شد و رفتیم برای گرفتن پلاک جدید. بعد از اینکه کارهای قانونیش انجام شد من رفتم تا چند تا عکس از رخ بدون پلاکش بگیرم و بعدش هم پلاک ماشین ما آماده شد و رفتیم برای نصب کردنش. این تازه اوله کار آریسانه، پس اگه دوست داری قسمت بعدی رو ببینی حتما با من همراه باش. و بعدش هم پلاک نصب شد و کار ماشین تموم شد. تا پارت بعدی آریسان، فعلا خدافظ.